با درود و سلام آغاز میکنم بوگن 52 رو. بوگن 52 از سری آموزش‌های تستنی گواهی نامه. دقت بفرمایید. سوال اول: بروز خطر چگونه ممکن است؟ اینکه لاستیک‌های فرسوده پارامتر خوبی هست و اینکه چراغ‌هامون تنظیم نباشه و به بالا کشیده شده باشه. اینکه رنگ ماشین نه تأثیری نداره. حرکت میکنیم جلو. سوال دو: اینکه شما چه چیزی رو باید محاسبه کنید در رابطه با جاده آیس. این فیر آیسون بود چند بار بنویسید. جاده یخی به چه چیزی باید توجه، در کجا باید توجه؟ یکی در پل ها خیلی خطرناک هست و در جنگل ها. حرکت میکنم جلو. در یک تصویر، این تصویر رو چند بار سعی کنید تمرین کنید. 3 تا وایل داره، اینو دقت کنید. و اینکه تصویر ما مشخص نیست در آینده. 3 تا وایل داره ولی کن اینجا جزء استثناءات هست. اشپاتو اینکه من تشخیص نمیتونم بدم و دیر متوجه بشم هست. دقت بفرمایید. دو گزینه دیگه، اینکه پرسونالی بیاد درگیر بشم و نتونم ببینم و نور کافی من نداشتم. شادش. حرکت میکنم جلو. سوال 4: شما زمانی که در تایف گاراژ، در پارکینگ زیرزمینی حالا داره حرکت میکنید، به چه نکاتی باید دقت کنید؟ یکی اینکه لاستیک من به علت باریکی گیر نکنه به جایی و آبری در اونجا ندوه به اصلا لافن. و اینکه شرایط دید من، چشم من به خاطر نور کم متناسب بشه با نور محیط. خب یک ویدیو داریم. در یک جاده حرکت میکنیم پشت یک کامیون نارنجی، یعنی بار خطرناک. اینو یک بار دیگه توضیح میدم. به سمت چپ میخوام سبقت بگیرم، راهنما زدم و داره حرکت. یه ماشین قرمزم پشت سرم بود. ببینم چه حالتی پیش میاد. اینکه من چون سبقت گرفتم با شتاب، اینجا ببین کلمه سوگیش فقط جواب میدید. دقت کنید. بعضیا نیان بزنم بگن که با شتاب من همیشه زدم. این با شتاب من برم جلو و پیشی بگیرم. خب اینجا هم گفتیم در نقطه کور و در آینده نمیدونیم چه خبر خواهد شد. هر سه گزینه هست. اینجا هم گفتیم داشتیم عینن نزن، دوتا رو بزن. داشتیم. خیلی هم تاکید کردم. اینجا من چی رو در نظر باید بگیرم؟ اینکه زمانی که شما برخورد میکنید سوزامن درسته توش به یک حیوان، من چیکار کنم؟ ترمز کنم و فرمونم رو صفر بگیرم. خب خیلی باید مواظب باشم. و به یه سوال دیگه داشتیم و به پلیس و یا جنگلدار اون منطقه هم خبر بدیم. اینم برای باب یادآوری. این تبلیغات هم میاد بزنیم بره. من کلمه آخر خط پایین رو میخونم، فقط سکونده رو میخونم، بقیه رو اصلا کاری ندارم. سکونده رو میدونید ثانیه، سکونده، 3 رو بزن، ضرب در 3. تمام. ببین اینجوری یاد بگیر. یک ویدیو دارم در اتوبان. یک کامیون اول، کامیون دوم، یه
لاستروک بود، یک کامیون زرد، یک ماشین قرمز در جلو، یک کامیون سفید. ببینید همه رو در نظر بگیر. یک ماشین قرمز در جلو در حال سبقت گرفتن. من چی رو در نظر؟ ببین اینجا یه نکته من بهت بگم. کلمه رد قرمز، درسته؟ ردو اولش بیار ایش رد. اصلا بقیه رو من نخوندم، کلکش همین دیگه. این رو اینجا چه رفتاری درسته؟ این که من یه تابلو دارم بعد بیستم، پس اون ماشین زرده بعد بره. ببینم ایشموس گلبه فارسو درست به ماشین زرد اجازه بدم حرکت کنه، یعنی مستقیم بیاد بعد من حرکت کنم. خاطر این تابلو احتیاطی که من دارم. خب من اینجا چی رو باید در نظر بگیرم؟ اینکه در زمانی که یک گوک وجود داره در فاربان، من چه چیزی درسته انجام بدم؟ ببین اینجا گفتیم کلمه ایما رو نزن، خیلی راحت. و این دو تا گزینه دیگه نسبت به کاربران جاده من دیدم خوب باشه، یعنی اونا رو زیر نظرش و احتمال همه چیز رو در نظر بگیرم، احتمالات رو که هر لحظه چه مشکل. ایما رو نزن آقا، ایما رو اینجا نزن، خیلی خودت هم اذیت نکن. در این قسمت من شما در واقع وارد یک تقاطع میشه، درسته؟ با توجه به اینکه حق عبورم با شما هست، خب ولی چه چیزی رو باید رعایت کنید؟ در واقع اینکه من باید حتما اولا باید صبر کنم در اون قسمت، اینجا در اون قسمت وارتا من صبر میکنم و چون هیچ علائمی هم نیست و تمام مسائل رو در نظر تراکم و ترافیک رو اول میسنجم بعد حرکت میکنم، درسته؟ یا اینکه وقتی من وای میستم، دقت کنید، وای میستم احتمال اینکه یک ماشین آژیردا، ببین یک ماشین با چراغ آبی امداد، حالا آمبولانس باشه، آتش نشانی باشه، هر چی باشه و من باید اگر من بخوام همینجور با شتاب برم، امکان داره اون ماشین داره از اون ور میاد و اضطراری هم هست داره میره با شتاب، شما رو به شما نبینه و مستقیم بزنه به شما. شما باید یک مکسی بکنید وقتی میبینید که همچین ماشینی نیست یا تمام شرایط در نظر میگیرید عبور کنید. خیلی راحت. کلک این سوالم من بگم بهتون چی هست. حالا من کلک همین سوالو عین و اینو داریم اولش. خب اینجا شما در خط اول میخونید زی بعد از دورفن زی این عینه، درسته؟ اینو عینه رو بیار پایین. ببین کلک این تست اینه اصلا، من اولش هم همینجوری متوجه شدم. اینو من آوردم اینجا، درسته؟ این اول جمله، بعد عینه رو هم آوردم اینجا، ببین اینجا، درسته؟ توی خط اول زی این عین کورس، درسته؟ این قسمت بیار پایین بزن، شگردش این هست. خب چه جاهایی ایستادن قدغن هست؟ ببینید کلمه ان فلدون، این فلدون، این میدونید چی میشه؟ این خطای هاشور زده هست وسط جاده. الان اگه این شد من براتون شکلم میکشم که متوجه بشید داستان چیه. اون هاشور زده ها رو که مثلا یک لاین و لاین دیگه تقریبا مجزا کرده یا یک لاین فرعی که میخواد بیاد یه خورده فاصله میذاره وسط اون دو تا خط کشی، خب که ماشینا بتونن جهتشون. در اینجا ما حق نداریم بیستیم. این خیلی مهمه تو اتوبان مخصوصا خیلی مهمه. و خطوطی که مارک شده، مارک من داره اینجوری میگم، مارک شده، علامت گذاری شده، مارک گذاری شده. دقت کن داره اینجوری میگم که یاد بگیری. مارک گذاری شده، فلش خورده، جای اتوبوس هست، زیگزال زدن، یادتونه؟ اونا رو نباید وایسیم. خب پایینش هم
در چیز نمیتونه باشه، ورودی ها. خب این یه شکل دارم، این شکل خیلی ساده است، گفتیم آلسون هست، این دوتا رو بزن. حالا من اجازه دارم اول به موتور حق عبور بدم، اونم توی من بزرگش کنم، توی خط اصلی هست، موتور سوار اول اجازه میدم، بعد خود من قبل از نکن اینجا، قبل از ماشین زرد من بپیچم. درسته؟ خیابون اصلی، این خیابون اصلی نیست، دقت کن، حرکت میکنم اینجا. این سوالو اشتار دورشواخ، من اجازه دارم خیابون اصلی هستم. نبین تابلو رو میبینی، مربع رو خطوط گردن کلفت رو زده اینجا، من بعد برم مستقیم و اجازه دارم اشتار ساده. اینجا دوچرخه سوار رو داشتیم، دوچرخه سوار اجازه عبور داره، بله. خب اینجا کالاسکه یه دونه ما داشتیم فرد بود، گفتم فرد رو بزن تموم شه بره، ولی این سوال فرق میکنه. این سوال اگر اومد شما چی رو میبینید؟ خب یه کالاسکه با یه کالاسکه چی و خود کالاسک، یه اسب، درسته؟ یعنی سوزامن. خب حالا من چجوری بفهمم؟ بیاد روی سوال کلمه کمباین رو نگاه، کمبانسیون، کمباین رو بلدی بگو، کمباین ببین دیزه، کمباین ببین، کمباین چی بود؟ یادتونه؟ ماشین‌های چند کاره کشاورزی میگفتیم کمباین، درسته؟ یعنی حالا کمباین یعنی مجموعه ماشین‌آلات، درسته؟ یعنی سوزامن ماشین‌آلات. بگو اینجا سوزامن رو دارن با کمباین میخونه. خب ببین چه کلکی داره بهت یاد میده. اما کمباین اومد با اون سوال اشتباه نکنی، سوزامن رو بزن، تمام فرجش. به میگن تستنی. اینجا من فرلاس مجاز هستم در میدون، ببین مجاز هستم وارد میدون شه. این میدون زده، آقا شما حق عبور داری، با احتیاط اجازه داری وارد میدون بشی، تمام شد. مجاز بودن چی بود؟ فرلاسن، درسته؟ حرکت میکنم. سوال 20 چی خواسته؟ چطوری از طریق کیلومترمون، کیلومتر رو بلدید شما، درسته؟ کیلومتر تو فارسی هم گفتیم کیلومتر، این یکی به آخر کیلومتر فاقط. چطوری کارفت توف سوختمون رو با کیلومتر تنظیم کنیم؟ خب من هر جا که ببینم کیلومترم داره بالا میزنه سعی میکنم سرعتم رو شتاب، گفتیم هر وقت شتاب بیاد پایین سوختمونم کم میشه دیگه، درسته؟ پس میگم با پایین آوردن سرعت، درسته؟ با پایین آوردن جلوگیری از شتاب من این کار رو انجام میدم، درسته؟ میارم و میرم داره زیاد میرم، شتاب زیاد نمیدم که هی بخوام ترمز بزنم، درسته؟ هی من گاز بدم برم چهارراه بعدی وایسم هی ترمز کنم، دوباره بخوام شتاب بدم، خب این مصرف سوختم میره بالا دیگه، درسته؟ یا اینکه شما با سرعت حد اکثر سرعت رو بتونی کنترل کنی با دنده و با اون شرایطی که داره، صفحت رو نگاه میکنی که سرعت نره بالا، شتاب نگیری و بیاری پایین. و اینکه این کم حالا هم که نمیشه که بخوای همه کار تموم شد. سوال 21 من چی رو در نظر میگیرم؟ اگر بعد از ببین دو تا کلمه رو شما بلدی، تروکن خوشسالی، درسته؟ تروکن رو بلدی، درسته؟ لباسات رو هم تروکن میکنی، خشک میکنی، درسته؟ اینم بلدی. خب بعد از یک خوشسالی ریگن بارون بیاد، من چی رو باید در نظر بگیرم؟ ببین یه مدت بارون نیومده، جاده کثیفه. خب وقتی کثیف باشه یعنی چی؟ امکان روغن ریخته باشه و لغزن. وقتی بارون میاد اون چربیای جاده، اسفالت فلان، روغنایی که ریخته باعث لیزی میشه، درسته؟ این قسمت باعث لیزی میشه، درسته؟ اش میشیم در این قسمت باعث لیزی میشه و من باید مواظب لغزش ماشین باشم. بخش دیگه اینکه وقتی این چیز میشه من اصلا مطمئن باشم رو برفا کنم، شایبن که برفا کنم و آماده داشته باشم که بزنم، درسته؟ شایبن رو در نظر بگیر و بزن. خب
اینم از این قسمت. خب اومدیم سوال 22. چند ثانیه شد؟ شما عبور میکنید در اتوبان، چه چیزی میتونه در زمانی که در اتوبان حرکت میکنید و میگذرید از شما در اتوبان داره حرکت میکنید و از در زمان سبقت چه چیزی رو من باید رعایت کنم که باعث خطر نشه؟ خب چیزی که من باید رعایت کنم بلدید آب اشتند. آب اشتند یعنی فاصله. آب اشتند رو من نمیتونم یاد بگیرم. یکی از دوستان گفت آقا من نمیتونم این آب اشتند رو تو مغزم بره. الان من یه جوری بهت میگم این کلمه آب اشتند در این آخر یادت بمونه. ببین آبشو بردار. برداشتی؟ حالا انگلیسی بخون. استاندارد. بخون استاندارد. استاندارد چی بود؟ یعنی اندازه. درسته؟ بگو آب استاندارد. اینجوری یاد بگیر. آب استاندارد. آبشو نگو، استاندارد. آب استاندارد. حالا بگو فاصله جانبی. این کلمه رو دیگه یاد گرفتی. ببین اینجوری داره بهت یاد میدم. آب استاندارد. آبشو بردار. استاندارد. فاصله جانبی. اینم یک نکته بود برای آموزش لغت. خاصی یاد بگیری اینطوری یاد بگیر. خب من فاصله جانبی رو حفظ میکنم. گرینگ فاصله ناکافی نداشته باشم. درسته؟ اندازم درست باشه. و اینکه نسبت به ترافیک پشتم دید عقبمو درسته؟ دید عقبمو تسلط داشته باشم به دید عقبم در رابطه با ترافیک و هر مسئله که ماشینی خدای نکرده بهم نزدیک نشه و نزنه بهم. خب اینجا آقا داره بهت میگه با یک پکاوی و یک آنهنگه بهت بسته است. حد اکثر سرعتی که میتونی حرکت کنی چقدره؟ حد اکثر اینو گفتیم 60 است. حالا ولی نتونستم براتون چیزی پیدا کنم متاسفانه که بتونم این 60 رو یه جوری بهتون کلیدی باشه متوجه بشید. خب این سوال 3 امتیاز داره. حالا نمیدونم میتونی 3 رو تقسیم ضرب در 20 بکنی. نمیدونم یه کلکی پیدا کنید براش. حفظ نمیدونم. الان بیا. الان من اشتباه زدم. 80 بود. 80. الان من خودم اشتباه کردم. 80 بود. عین درون شهری. حرکت میکنم چون. پس این شد 80. ببینید الان من همیشه اشتباه کردم. حواسم رفت به یه چیز دیگه. خب اینجا دورفن فارنیش پارک. چه زمانی نمیتونی در قسمت راست پارک کنی؟ خب اینجا 3 متر رو داره، یعنی میگه آقا 3 تا گزینه رو بزن. اینو بعد سوالو بفهمی. رشت نمیتونی پارک کنی. آقا ریل باشه، ریل حالا اشتغال بام باشه، یا اینکه اون فاصله جانبی مناسب نباشه، بغل دره باشه فاصله نشه و این 3 متر هم باز نباشه، تمام شد، اندازه نباشه. خب اینجا فرپاست. خیلی قشنگه این سوال. 4 نمره هم داره و چون قشنگه، واقعا قشنگه. این 10 نمره هم برای این میدن چون خیلی سوال قشنگ و خیلی سوال تاکتیکی هست و متاسفانه در اتوبان ها نمیدونم بعضیا رعایت نمیکنن. شما زمانی که از یه خروجی رد میشی، خب شما از یه خروجی رد میشی و اونو از دست میدی، فرپاست، درسته؟ اون خروجی از دست میدی. چه کاری بعد؟ آیا دنده عقب بگیرم برم سر اون مسیر اصلی؟ نه، میگه که برو در خروجی بعدی، وایت فاقین کن، در خروجی بعدی برو به هر مسیری که می‌خواستی برو. پس اینو دقت کنید، این سوال خیلی مهمه و تو اتوبانا خواهش میکنم رعایت کنید. خب این سوال اینجا من چی باید در نظر بگیرم؟ با این سوال من اشتباه کرده بودم. حد اکثر سرعتی که، درسته؟ محدود سرعتی که میتونی تو اتوبان بری در فارس و پاپیر. ببین پاپیر که اومد
پاپیر که اومد 60 رو بزن. من با این اشتباه کردم. پاپیر که اومد 60 رو بزن. پاپیر. Was müssen Sie tun؟ چه کار باید بکنیم وقتی که داخ که میدونیم چیه؟ سقف. داخ تو خونه هم میگید داخ. یک در سقف ماشینتون، بالای سقف ماشینتون یک دوچرخه بستید، داره حملش میکنه، میتنمه، داره حملش میکنه، درسته؟ ما بعد چی رو رعایت کنیم؟ اینکه من سرعتمو زیاد بالا نرم، با سرعت بالا نرم، درسته؟ کاهش سرعتمو مناسب باشه. و اینکه من کنترل کنم هر دفعه سر یک پاوزه‌ای که میگیرم کنترل کنم این بسته. و اینکه فست کنم، اونو محکم ببندم، دوچرخه‌مو محکم بسته باشم. اتصالاش درست باشه. بله. خب این قسمت من چی رو در نظر میگیرم؟ با توجه به اینکه میخوام یک باری رو بزنم. خب من وقتی بار میزنم ارتفاع، ببین اینجا در این سوال اگر یه همچین سوالی اومد، بلادونگ، کلمه بلادونگ یا لادونگ در این قسمت مثلا، ببین وقتی این اومد اعداد رو در نظر بگیر، بگو 2.5 ارتفاع و 50 سانتیمتر ماکسیموم طولش، خب که زده باشه بیرون. و اینکه 1 متر اگر از عقب اومده باشه من یک علامتی بزنم، درسته؟ 1 و 2.5 رو در نظر بگیر در بار لادونگ. خب من این علامت چی هست؟ پمپ بنزین گفتیم نه، اتو مال گاز LPG هست، اتوگاز، درسته؟ داشتیم فکر کنم. اینجا در رابطه با کنترل قایفن لاستیک، ببین من یه کلمه رو باز الان اینجا بهتون کلیدی یاد میدم که یاد بگیرید. کلمه این خیلی کلمه قشنگیه، پوفی تایف. ببین یه چیزی که این یعنی من بذار بگم اول عمق، به قول معروف آج لاستیک میگیم دیگه، درسته؟ عمق آجش. آج چی میشه؟ یه چیز پوفی، پوف نکن، اینو ر خونده نمیشه، دقت کن. پوفی تایف، پوفی رو یاد بگیر. ببین اینجا هم داریم، اینجا هم داریم، این آخرش داریم. پوفی عمق آجتو و اینکه سایشه، به اصطلاح اون سایشی که از آج لاستیکت گرفته شده، از اون پوفیت گرفته شده. ببین پف کردن، پف شده سر لاستیکا، پفه رو میگن آج، درسته؟ اون پف شده، اینجا میگن پف. ببین اینجوری گفتم یاد. و آلت عمر لاستیکت. خب من بعد عمر لاستیکم ببینم چه سالی خریدم، چقدر مونده تو آفتاب، حتی اگه آفتابم میزد من میگفتم نور آفتاب خیلی تاثیر داره، حتی آلمان آفتابش کمه. و این پوفی چی شد؟ ر خونده نمیشه، پف کرده، آج میشه پوفی، درسته؟ اینم آخرین سوال بود در این بوگن 52. امیدوارم مفید شده باشه. تا برنامه آینده.